متاسفانه در جامعه ما و شما رسم بود شکلی که به اصطلاح مردان اول میرفتن نماز میخواندن، باز زنها بعداً یک ساعت بعد به راه نماز اقدام میکردن، میگفتن باش که مردان نماز بخوانه. نه، برای زن و مرد مسلمان، پیر و جوان، نماز یک وقت داره. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید من از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کردم احب الاعمال الی الله یا افضل الاعمال عند الله یا رسول الله، کدام یکی است؟ ای العمل افضل؟ فرمود الصلاة علی وقتها، نماز در سر وقتش است. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اگر نمازت خودت همیشه سر وقتش میخوانی، پس متیقن باش که این صفت در نماز خودت نیست و الحمدلله بگو. منافق همیشه نماز تأخیر میکنه. این یکی از صفت به اصطلاح اوصاف نماز منافقین. و یک نکته دیگه هم قابل تذکر است که اگر کسی نمیفهمیده تا حال، خب آدمی که نمیفهمیده مؤاخذه نمیشه، انشالله گذشتهش قابل قبول است پیش خداوند، اما کوشش بکن از این بعد خودش اصلاح بسازه. این یکی از جمله اوصاف نماز منافقین، تأخیر در نماز برای همیشه. دوم، ریاکاری در نماز. نماز به خاطر خدا نمیخوانه، اگر مردم باشن میخوانه، نباشن نمیخوانه. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون.